من اینجوری پرواز میکنم، هم خفنه هم سریعه، ولی تو اینجوری پرواز میکنی هم آروم هم مسیر زیادی رو نمیری. میخوای بدونی دلیلش چیه؟ تا آخر ویدیو همراهم باش. این ویدیو رو یه لایک ریز بزن که خیلی به من کمک میکنه. بدون معطلی بریم تو کارش. همونطور که میدونیم توی یه مپ یه سری راکت های ماهی هست که اونا رو وقتی برداریم میتونیم باهاشون یه مسافتی رو پرواز کنیم، باهاشون یه تیکه یخ هم شلیک کنیم. حالا شاید در بعضیاتون جالب باشه که ما توی یه مچ 2 نوع راکت ماهی داریم. درسته بچه‌ها؟ یه راکت ماهی راکت پیشرفته هست که فقط توی باکس وسط مد پیدا میشه، یعنی فقط هر مچ 2 تا ازشون هست. وقتی که باکس رو باز می‌کنیم به صورت لوت لاولای لوتا هست و میتونیم برش داریم و ازش استفاده کنیم. این راکت هم سرعت بیشتری داره، هم به تو یه دکمه جدید میده که با اون دکمه میتونی برای چند ثانیه خودتو صحنه آهسته کنی که بتونی سریعتر ایم بگیری و یخ رو راحت‌تر به انیمی شلیک کنی. پیج منو فالو داشته باش که هر چی آموزش به درد بخور و اچیومنت و ترفند باشه برات میذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی.